بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. آقا امروز همونطور که گلشو بهتون داده بودم اومدیم پارت دوم کاستوم وسایل رو بگیریم. پارت قبلی گفتم که اگه لایکاش زیاد بود میریم پارت دو و ویدیو رو هم توی 4 5 ساعت لایکاشو اینقدر ترکوندین که الان اومدیم پارت دو و گلی که بهتون داده بودم قرار عملی کنیم. بریم یه دونه کفش بخریم و قرار اپل واچمون هم کاستوم کنیم. و الان بچه‌ها منتظرم که آقای جی سی پی بیاد. همیشه من با منتظر باشم این از خونهشون بیاد دیگه. 2-3 ساعت طول میکشه جی سی پی بیاد و یه صبحونه هم خریدم. بریم با هم دیگه صبحونمون بخوریم و بعدش قراره بریم کلی خرید کنیم. ویدیو رو هم حتما تا آخرش نگاه کنید. ببینید بچه‌ها، من از اونجایی که حالا باشگاه میرم ورزش میکنم این اصلا صبحونه مناسبی نیست. البته صبح صبحونه خوردم ساعت 5 خوردم و الان ساعت 10 پس گشنم شده. صبحونه بچه‌ها کره بادوم زمینی و اینجور موز و اینجور چیزا خوردم ولی خب الان دیگه هیچی پیدا نکردیم مجبوریم. الحمدلله رب العالمین. بچه‌ها ببینید کی داره میاد. اینا آقای جسبی هستن. یه جوری نگاه میکنه انگار طلبکاره. حالا چطور است؟ خوب هستی؟ نگه قسمت همیشه انگار برای تو بمیرم. بچه یه چیزی رو می‌خواستم بهتون بگم. اون کسایی که انرژی‌های مانستر خوردن حالا طعمای مختلفشو خدایی بچه قبول دارین طرح کلاسیکشه چیشه طعم دیفالتشه یعنی کلاسیک معمولیش. آره اینش خیلی خوشمزه تر از اون یکی است. من چند تاشونو خوردم که طعم همین شربت‌های سرماخوردگی میداد. اون یکیش هم زیاد جالبه بود. شما هم حتما تو کامنت بنویسید خوشمزه ترین انرژی از نظر خودتون چیه. حتما تو کامنت بنویسید میخوام ببینم چی می‌خورین. خب بچه الان اینجا من بعد جو پارک پیدا کنم برم یه کفش بخرم. ایر فورس 1 این کفشایی که ادیتور اینجا میذاره. ای فورس من کجا نگردم؟ جی سی پی چرا اینجا هیچ وقت جا پارک نیست؟ آها چون جی سی پی رو بفرستم بری کفش بخره. خب بچه رفتم کفش خریدم و بالاخره اینجا جا پارک پیدا کردیم. شما ببینید از همینه دیگه. آره کاستوم میکنم بچه دقیقا همین شکل ایر فورس 1 بود دیگه. آره نایک ایر فورس 1 فقط بند اپل واچ بچه جایی که رفتم نداشت و بعد یه لوکیشن دیگه بریم ببینیم اونجا داره یا نه. این آقا از کفشمون حالا بریم سراغ بند اپل واچ و بعدش بریم دیگه خونه این طراحی و کاستوممون رو شروع کنیم. خب دوستان عزیز آقا ما همه چی رو آماده کردیم. آقای جی سی پی هم آوردیم که بچه من راستش اولین بارم میخوام رنگ کنم تا حالا اصلا رنگ از نزدیک ندیدم. جی سی پی آوردیم تجربه کاستوم. بچه آها بند اپل واچ هم خریدیم. بذار اینجا نشون بدم امیدوارم دیده بشه چون من تصویر اونجا ندارم. اپل واچ رو جی سی پی گفت میخوام رنگ کنم. بچه منم کفشه رو میخوام رنگ کنم. فقط طرحی که انتخاب کردیم این جی سی پی نشون بده به دوستان. بچه طرح آتیشه که من این بود کوچیکر گرفتم که گند زدم یه وقت مشکلی میشه. بند اپل واچ رو طراحی بکنه یه طرح آتیش اسکی بزنه. منم بچا تقریبا یه لحظه بده. بچا طرحی که من میخوام بزنم اینه. یکی از کفشا رو میخوام اینجور تم آتیشی کنم دیگه. واسه ایکس شات من بالاخره طرح آتیشو این یکی کفشمونم میخوام این طرحو بزنم که اینم طرح آتیشو خیلی خفنه. و اینکه آقا بریم شروع کنیم. بچا اگه لایکای این ویدیو رو به بالای 6000 تا برسونید 6000 تا بالای 6000 تا برسونیم پارت سوم کاستوم رو میریم. من نکردم این بریز رو کابینت مامانم منو. سروران عظیمی که در اعمال اگه لایکا بالای 6000 تا بشه میریم سراغ پارت بعدی. توی پارت بعدی میخوام جی سی پی رو کاستوم کنم. نه یه وسایل خفن یه وسایل خیلی خفنی رو کاستوم کنیم. بچه‌ها ماکس آره توضیح بده تو بهتر از من بلدی. بچه‌ها اینجا الان یه آجی خوشگله آقا اصلا کاستوم نکنه. این سفید با این سفیدش خیلی شیک تره. بچه‌ها ما کاستوم نمی‌کنیم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. بدرود. سلامتی اون که رفت بزنیم اسمشو داد. خب بچه‌ها جی سی پی حالا درگیر اینه که طرح روی اون بند اپل واچ بهش کشه. اصلا جنسش یه جوری که نمیشه با مداد کشی. چی نمیشه. واقعا سخته برای جی سی پی. ولی بچه‌ها من طرح اینو کشیدم. حالا بچه‌ها اینجا طرحو نگاه کنید. این قسمت‌ها رو می‌خوام کلاً آتیشی کنم. لوگوی خودمون هم می‌خوایم بزنیم. این سمتش هم دقیقاً همونه. ولی این یکی کفشو بچه‌ها فقط قراره لوگوی نایک رو ما طرح آتیش بزنیم. اینجا هم دوباره لوگوی خودم می‌خوام بزنم و این سمتش هم طرح آتیش. فقط بچه‌ها اول باید این چسبای کاغذی حالا شما هم خواستین کاستوم کنی حتما اینو بخرید بچه‌ها واقعا لازم میشه. این چسبو من می‌خوام بزنم به این لوگوی نایک تا چیز بشه مثلا رنگ کردنی لوگوی نایک کثیف نشه. چون کثیف بشه اصلا پاک نمیشه. این رنگای اکریلیک خیلی گردن کروفتن. و اینکه ما بریم چسبای اینو بزنیم بعدش دیگه خواستیم شروع کنیم به رنگ کردن دیگه ویدیو رو استارت می‌کنیم. وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه. بچه من یه جوری دارم اینو میبرم یعنی یه کوچولو خطا کنم کفش جر خورده. اینا لازمه میشه.
بچه اگه این ویدیو 7000 تا لایک بخوره جسپی رو نقاشی میکنم. به من چه؟ کاستوم جسپی توی چنل خودشم میخوام بزنم. آقا ویدیو رو لایک کنید، تم ماینکرافتی بزنید تو صورتش. و بچه اگه نمیدونید جسپی هم چنل داره توی دیسکریپشن، حتما برید ویدیوهاشو نگاه کنید. بچه‌ها لایک نکنید. من ایکس شات فما رو میشناسم. این ویدیو پارت 2 شو جوری لایک کردن که من خودم پشمام ریخته بود. 7000 تا الان لایک میکنن. تامنیل میخوام جسپی رو بزنم، دارم کاستومش میکنم. حاجی اولین ویدیو میشه تو کامیونیتی ایران کاستوم انسان. اتاق گیمینگ توی جسپی. بیت کوین دوست داری؟ بچه ولی حالا بیشوخی من توی راهنمایی من خدای نقاشیم خیلی خوب بود. یعنی واقعا همیشه نقاشیم توی مسابقات و اینا میفرستادن. داشلی هنرمند بود دیگه. من هیچ استعدادی نداشتم تو نقاشی. آقا شما هم بگید ببینم بچه نقاشیتون خوبه یا نه. میخوام ببینم چند درصدتون واقعا هنرمندید. آقا واقعا تو کامنت ها بنویسید، یا اگه مقامی چیزی توی نقاشی ما آوردین حتما اونم بگین. الیکسشات 10 ساله از مثلا فلان شهر. خب بچه الان نگاه کنیم، من به این لوگوهای نایک چسب زدم که این کثیف نشه. بزن یکم سری برچسبشو بزنیم و استارت رنگ زدنش کنیم. اسمت نمیشه دست تو رو بمیگیرم. بچه جسپی این چیزو هنر کرده. آقا نمره بدین دیگه بچه، نمره بدین به طراحی داشلی و طراحی جسپی. کسایی که طراحی داشلی رو میدن یه قلب نارنجی اینجا بذاریم، و کسایی که طراحی جسپی رنگ تو چیه؟ آبی. یه قلب آبی هم برای جسپی بذاریم. Relax and take notes while I take totes of the marijuana. بچه چسبکاری اینورم تمام شد. چقدر سخت بودیم. خب آقا داشلی بره که دیگه طراحی رو شروع کنیم. و اوس بچه بریم قرمز اینم رنگ کنیم. خب بسم الله. اوجی خدای نگاه داشلی چجور رنگ میکنه. اصلا انگار 20 سالت کار رنگ و نقاش و اینه. بچه من قبل یوتیوب نقاش بود. یه دل تو کمر فراوونه نمیدونم کجا بریزم. دل تو کمر فراوونه. ایدیتور اینو نمیذاریم. خب بچه تا این خوش میشه من برم سراغ این یکی کفش. آقا این یکی هم خیلی سریع شروع کنیم. این دیگه سروران عزیزی چیکار میکنن تو درگیری؟ سروران عزیزی وای این افتادی. بچه تهران دیریل پاپام فارسی تو مارکت انگلیس ژاپن. بچه این کفش اگه خوب در اومد میخوام یه دونه عکسم ازش بگیرم بذارم توی پیج اینستاگرامم. بفروشش. هر کی بیشتر قیمت رو پیشنهاد بده. این پیجا میگن با اولین واریزی ارسال میگرده. اولین واریزی باز به حساب داشلی بیاد ارسال نمیگردد. ارسال احتمال داره بگردد. نگاه اون داره میچکه، این از این ور داره میریزه. حالا اینجورشو نگاه نکنید، این جدی تو روزای عادی هم میاد اتاقم بچه مثلا به فنا میده. میبینی من اومدم آشپزخونه یه دفعه تو اتاق میسیز میفته میشکنه. بعد میبینی جسد میگه بعد میبینم مثلا گوشیت زمینه یا موسم زمینه، هدست ترکیده. حالا از من بدترم هست. یه دوست داشتم زنگ زد خونمون تابلومون افتاد. اللهم انی کرد سوم پایانی. گوشم کر شد. نه بیمه‌مون میکنی نه اصلا ولش کن. خدا سختی کار باید بدم به من. ادیتور جان. خب بچه الان دیگه کم کم کار داره تموم میشه و فکر کنم 2 ساعتی گذشته. کار من که تموم شده بچه جسپی فکر کنم 2 ساعت پیش کارشو تموم کرد. الان بچه کفش رو نگاه کنید خیلی خفن شده، واقعا خیلی خفن شده. اینم از این یکی کفش که اصلا واقعا خودم فکر نمی‌کردم اینقدر تمیز در بیاد. حالا توی اون یکی دوربینم بچه نمیدونم اونجا چجور دیده میشه، ولی فقط یه دونه مونده آقا این لوگوی من که اینجاش هستش. اینو با ماژیک رنگ کنم. بعد حالا کار جسپی رو یعنی نگاه کنین بچه کار من تکسچر داره. آره واقعا بچه کیفیتش خیلی اینم بالاست. خوب در اومد. این رنگا رو ترکیب کرده مثلا این توش. اصلا فکر نمی‌کردم که آره، کارش خیلی درست بشه. شانسی خیلی چیز خفنی اینو در اومد. بگیر. اینم خیلی خوشم اومد. اینو می‌نازیم روی اپل واچ. خب بچه‌ها بریم بندای اپل واچ هم بنازیم. آقا این اینجوری فقط امیدوارم اپل واچمو رنگی نکنه. یا خدا چرا؟ بچه این اصلا ها؟ شد. چیز خاصی نشد. رنگش رو در آها این رفت اوه چقدر خفنه. الان بره تو در نیه بخواد چیکار کنه. میدونم این آها جذاب. حاجی بالاش کنده شد ولی خدایی چقدر خوشگل شد. جذاب. بزنم اینو تم
اوجی چقدر خفن شد بچه، خیلی خیلی خفن شد، خیلی خفن شد بچه. نگاه کنید این خیلی خیلی خفن. چرا دستمون انقدر پرمو داره نشون میده؟ آقا اینقدر من مو ندارم. دم آقای جسبی گرم که بند زحمت اپل واچ کشیدن. میفروشن. بچه اینم با ماژیک بذاریم من لوگوی خودم هم در بیارم. بچه این مدل هم میشه، توپر هم میشه. توپر تو چشه ولی این چیکه یه جورایی. ولی خفن شد خودمونی. بچه اینم از کفش. آقا اینم از اپل واچ، واقعا خیلی شیک در من. بچه اینجا رو گوش کنید. بچه خدایی خوشگل شد. ببین چه عجب چیزی شد حاجی، خدایی عجب چیزی شد. بچه اینم از این کفشمون. اگه نگاه کنید اصلا آقا یه چیز خیلی جسپی برو اون پول بدن. اینم از این. آقا اینم از اپل واچ خیلی خفن شد. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. جسپی نظرت راجع به این ویدیو چطور؟ به نظر من بهترین نقاشی من کشیدم، حالا نمیدونم. بچه‌ها واقعا خیلی خفن شد. هم طرحی که جسپی کشید واقعا قشنگ ست شد. آره خیلی خیلی خوشگل شد. بچه‌ها این کفش من فکر نمی‌کردم که اینقدر خفن در بیاد. هم این ورش. شاید بچه‌ها اصلا این کفشا رو من چیز کنم توی بک‌گراندم بذارم، چون واقعا خیلی خفن شد و یه یادگاری هم حالا از ویدیو کاستوم برامون میمونه. و اینکه بچه‌ها اگه تا این ثانیه ویدیو رو نگاه می‌کنید قلب قرمز حتما بذارید تو کامنت. و اگه لایک‌های این ویدیو هم به بالای 6000 تا برسه جسپی رو کاستوم می‌کنید، پس حتما لایک‌ها رو به بالای 6000 تا برسونید. و اینکه توی پارت بعدی بچه‌ها یه سورپرایز خیلی خفن دارم و قراره وسایل خفن‌تری رو با هم یه کاستوم بکنیم. و بچه‌ها اگه دوستون پارت 3 رو بسازیم توی کامنت حتما کلمه پارت 3 رو بنویسید، پر کنید. و اینکه چنل جسپی هم داخل دیسکریپشن هست، آیدیش هم این بغل میاد. ویدیوهای ماینکرافت خیلی خفن میذاره و برین سابسکرایب حمایتش کنید دیگه. جسپی دیگه داوش خودمونه. و اینکه خیلی خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. 2 تا ویدیو آخرم اگه ندیدین این پایین اومده حتما ببینید. تا یه ویدیو دیگه بدرودتان. خسته شدم. شاید باورتون نشه ولی منم خسته شدم، خیلی خسته شدم.